دوستان، نامی من زرینا. من با شما چطور از سرایت نوی کرونا و زکام حفظ نمودن رو نقل میکنم. در عائله ما هر روز خانه رو رویبوچین میکنن. همراه پدرم و مادرم من تست بازیچه های خود رو با صابون یا ساده میشویم. شستن بازیچه ها برای نابود ساختن میکروب ها که باعث هر گونه بیماری ها بوده میتواند یاری میرساند. با مصلحت پدر و مادرم من خوراک خوب میخورم و زیاد آب گرم مینوشم. و شما هم باید خوراک خوب و بسیار آب و شربت ها نوشید. بیگاهی بر وقت خواب میکنم. بر وقت خواب کردن قوه محافظوی بدن رو مستحکم میگرداند. دوستان، این معلومات را البته با پدر و مادر، برادر، خواهر و دیگر دوستان خود رسانید. سلام دوستان، نامی من زرینا. من با شما چطور از سرایت نوی کرونا و زکام حفظ نمودن رو نقل میکنم. از همه مهم تست دستان رو با صابون شستن لازم است. التماس دستان رو هنگامی از کوچه به خانه در آمدن، بعد از بازی، پیش از خوردن و بعد از غذای حاجت شوید. صابون رو به کف ریزید. دستان رو به یکدیگر نغز مالیش دهید و با آب نقض شوید. به این قدم ها پیروی کنید. با این قدم ها پیروی کنید. به دستان افلاس به چشم بینی و دهانی خود نرسید. دوستان، این معلومات را البته با پدر و مادر، برادر، خواهر و دیگر دوستان خود رسانید. سلام دوستان، نامی من زرینا. من با شما چطور از سرایت نوی کرونا و زکام حفظ نمودن رو نقل میکنم. با جایهایی که آدمانی بسیار جمع میشوند نروید. اگر با شما به بیرون بر آمدن لازم آید، لباس گرم و نقاب پوشید. هنگامی که نقاب رو میکشید، از یاد نبرید که حتما دستان رو با صابون شستن لازم است. از نفری که سرفه یا عدسه میزند خود رو دور گیرید. اگر شما سرفه یا عدسه میزنید، بینی و دهان خود را بروی مورچه پوشانید. بروی مورچه استفاده شده را فوراً به قوطی پرتوف پرتویید. یا شما می توانید سرفه و عدسه زنید. این طور دوستان، این معلومات را البته به پدر و مادر، برادر، خواهر و دیگر دوستان خود رسانید.